سلام دوستان، بیایم با هم بریم و این پروژه ساده سی شارپ رو که اولین پروژه ما هستش رو با هم دیگه انجامش بدیم. پروژه سی شارپ رو به این شکل پیش میبریم که با پروژه کوچولو خیلی کوچیک شروع میکنیم، کم کم پیشرفته تر و کارهای در واقع پیشرفته تر و سنگین تر رو انجام میدیم. محیط ویژوال استودیو رو من باز کردم، یعنی بعد اینکه نصبش انجام شد، برای نصبش هم حالا من آموزش میذارم برای کسایی که هنوز ویژوال استودیو رو نصب ندارن که نصبش رو انجام بدیم. بعد اینکه نصب ویژوال استودیو مال من ورژن 2015 هستش. زمانی که صفحه باز شد ما میایم از منوی فایل نیو پراجکت رو انتخاب میکنم. بعد در صفحه‌ای که نمایش داده میشه ویژوال سی شارپ ویندوز فرم اپلیکیشن رو انتخاب میکنم، یعنی اپلیکیشن های تحت ویندوز. اسمش رو هر چی که دلتون میخواد بذارید. من می نویسم first project. حالا من اینجوری نوشتم. توی درایو سی من، دسکتاپ من و یک پوشه ساختم به اسم پراجکت سی شارپ توی اون ذخیره میکنه. اگرم خواستین بروز رو بزنید تو لوکیشن مورد نظر خودتون سیوش کنید. اوکی رو میزنید. زمانی که شما اوکی رو میزنید خودش اولین فرم رو برای شما میسازه. خب ببینید ما این اولین فرمی هستش که در واقع ما داخل سی شارپ داریم. زمانی که شما استارت رو میزنید ببینید این فرم به شما نمایش داده میشه، این هاشش که الان اومد گوشه سمت چپ. مورد اول این که ما اگه بخوایم همین فرمی که داریم در وسط صفحه نمایش داده بشه باید این کار رو بکنیم. بیایم از در واقع تمام فرم ها و آبجکت های داخل سی شارپ یک جایی دارن تحت عنوان پراپرتیز و ویژگی ها. داخل ما ویژگی ها رو واسه ست میکنیم. خب ببینید مورد اول این هستش که من الان میخوام این فرم من وسط صفحه نمایش داده بشه. نکته اول این که شما ممکنه اصلا این پنجره پراپرتیز رو نداشته باشیم. من میبندمش، به فرض ما اصلا این صفحه رو نداریم. میایم از منوی ویو پراپرتیز ویندو رو اینجا انتخاب میکنیم، یا دکمه F4 رو میزنیم و این به ما نمایش داده میشه. پس اگه نداشتین تعجب نکنید، میتونید در واقع از همین منویی که بهتون گفتم برید و این فرم رو بیارید. خب این فرم رو ما داریم اینجا. من میخوام برای این یک اسم تعریف بکنم. توی پراپرتیز خب داشته باشین این موضوع رو که حتما باید اگه داخل صفحه پراپرتیز هستین در واقع این بخش روی کاتگورایز باشه، این بخش هم روی پراپرتیز باشه، یعنی این نباشه، ایونتس نباشه که ما بعداً باهاش کاره، روی پراپرتیز باشه. میایین داخل این در واقع گزینه ها میگردید و آپشن تکست رو پیدا میکنید. اسمش فرم 1. فرم 1 همین چیزی هستش که این بالا نشون داده میشه. من میخوام اسمشو بذارم پروژه، یا بذارم اصلا به فارسی بنویسم فرم 1. خب پس این شد فرم 1. من میخوام این فرم 1 وسط صفحه نمایش داده بشه. میام توی این گزینه ها میگردم دنبال استارت پوزیشن. خب این رو باز میکنم و گزینه سنتر اسکرین رو انتخاب میکنم. حالا وقتی استارت رو میزنم یا اگه روش وایسیم فکر میکنم اگر F5 رو هم بزنیم بله اجرا میشه. ببین این بار اومد وسط صفحه. پس فرم من وسط صفحه اجرا شد. حالا من میخوام رنگ این فرمم رو هم عوض بکنم. میام چی کار میکنم؟ میام اینجا از گزینه بک کالر منظور بک‌گراند کالر هستش، رنگ رو انتخاب میکنم، اینو میزنم بازش میکنم. تو بخش سیستم یک سری رنگ میبینید اما رنگاش محدوده. اگر رنگ های بیشتری میخوایم بیاین داخل وب و یکی از این رنگ رو انتخاب کنید. من مثلا سالمون رو انتخاب میکنم، استارت رو میزنم مجدد و میبینیم که فرم اول من اجرا شد به این شکل با این رنگ قشنگ. خب من میبندمش. حالا من میخوام 2 تا کار ساده بکنم، یعنی یه دونه دکمه بذارم و یک محلی برای نوشتن متن بذارم که شما اسمتون رو داخلش وقتی میزنید و دکمه رو کلیک میکنید به شما سلام کنه. به چه شکل؟ اول از همه این که ما در سی شارپ توی بخش سمت چپ یک گزینه داریم تحت عنوان تول باکس، یعنی ابزار.
شما ممکنه حتی این تول باکس هم اینجا نداشته باشین. ببینید اینجا دیگه نیست. اصلا بذاریم من سرور اکسپلوررم ببندم، دیتا سورسم ببندم، دوباره میایم داخل ویو و اینجا میایم و تول باکس رو انتخاب میکنیم. ببینیم کجا هستش. تول باکس کنترل آلت ایکس رو بزنید میاره. حالا ببین اینجا کاتگورایز شده، داریم کامان کنترلز، داریم کانتینرز، داریم منیو تول بارز، داریم همه اینها رو تو آل ویندوز فرم هم داریم. یعنی نیاز داره شما دونه دونه اینا رو وا بکنین، همه رو اینجا داریم. من اینو میزنم بازش میکنم، میگم من چی میخوام، یه دکمه میخوام. خب به جز دکمه گفتم یه جایی هم واسه نوشتن میخوام، تکست باکس میخوام. جایی که من توش مینویسم تو سی شارپ بهش میگن تکست باکس. یه تکست باکس هم میذارم اینجا ایناش. اما خب این یه مقدار کوچولوه همونطور که میبینید. شما میتونید روی همین فرم کلیک کنید، نه این جدا، این دکمه جدا، رو کل فرم کلیک میکنیم و میایم اینجا تو فونتس. خب هم میتونید فونتش رو انتخاب بکنید که مثلا من میکنمش به نازنین به مثال، و فونت رو به جای 8 میکنم 14 که این بزرگتر بشه. فرمم خب خیلی بزرگ شد، یه مقداری فرمم رو کوچیک میکنم. خب این دکمه هم که میذارم این وسط باشه. گفتیم برای تغییر اسم باید چی کار بکنیم؟ روش وای میسیم، میایم ببینید پراپرتیز، زمانی که ما یک آبجکتی رو در واقع در یک فرم انتخاب میکنیم خودش مستقیم میره پراپرتیز اون رو نشون میده. دوباره میایم توی تکست رو پیدا میکنیم، اسمش باتن 1. من اسمش رو میذارم استارت مثلا، همچین اسمی واسش میذارم. اینجا هم که گفتیم اسممون رو مینویسیم. میتونیم یک لیبل یا یک برچسب هم اینجا بذاریم. حالا لیبل رو من الان اضافه میکنم که ببینیم کارای لیبل چی هستش. یک لیبل میذارم مثلا این بالا و دوباره توی تکست این من مینویسم نام خود را وارد کنید. خب و میبینید 2 نقطه رفت دست راست. برای همین میتونیم روی این کلیک بکنیم و دوباره توی پراپرتیزش رایت تو لفتش رو یس بکنیم. وقتی یس میکنیم یعنی نوشته از راست میره به چپ. خب من میخوام بگم دکمه استارت رو که میزنم به من بگه مثلا شما اینجا زدین مهناز، زدین عاطفه، زدین امین. استارت رو که میزنم بنویسه سلام، هرچی که تو اینه، امین، سلام، یاسمن، سلام، هرچی. روش 2 کلیک میکنیم و اینجا برای نمایش پیام در سی شارپ ما از این استفاده میکنیم، مسیج باکس نقطه شو. خب حالا چی رو به من نشون بده؟ به فرض من اینجا میگم بگو سلام. دیگه ما فعلا اسم و کاری نداریم. بذاریم من استارت رو بزنم تا همینجا ببینیم. استارت رو میزنیم میگه سلام. خب دست درد نکنه. اینجا ولی اسم میزنم مثلا احمد، هیچی به من نمیگه. ببینید سلام. من میخوام بگه سلام احمد. خب چی کار میکنیم؟ میایم اینجا میگیم مسیج باکس نقطه شو سلام به علاوه اولا سلام فاصله به علاوه آنچه که در اون تکست باکس داشتیم. اسمش چیه؟ اسمش رو اینجا باید پیدا کنیم. تکست باکس 1. دوباره رو استارت کلیک میکنیم، مسیج باکس نقطه شو سلام به علاوه تکست باکس 1 نقطه تکست. تموم شد. استارت رو میزنم. نام خود رو وارد کنید. احمد. استارت. سلام احمد. خیلی جالب بود نه؟ نازنین. سلام نازنین. خب حالا این نکته هستش که ما اینجا داریم، این که این متن میتونه به نظر من وسط چین بشه. یعنی ما اینجا میایم روی همین تکست باکس یکم وای میستم، از منوهای دست راست تکست الاین رو انتخاب میکنم، میگم کجا باشه؟ سنتر. پس میشه این. دوباره میزنم عاطفه. ببینید نوشته اومد وسط. استارت. سلام عاطفه. خب ما اولین پروژه سی شارپمون که خیلی ساده بود و با هم انجام دادیم. دوستان منتظر
ادامه آموزش ها باشید.